چگونه از نماز لذت ببریم؟ به یقین نماز خاشعانه چنان آرامشی را در قلب انسان ایجاد خواهد کرد که حصول آن با هیچ دارو و ابزار مادی امکان پذیر نمی باشد. اما چرا خیلی از ما از نماز لذت نمی بریم؟ قطعا نمازی که فقط جهت ادای تکلیف و بدون خشوع و حضور قلب باشد نه تنها هیچ تأثیری بر روح و روان نخواهد گذاشت، بلکه آن لحظه بسیار سخت و دشوار سپری خواهد شد. و الله فرموده است: واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. و از شکیبایی و نماز یاری بجویید و البته آن جز برای خاشعان بسی گران است. مهمترین عضو بدن که در این زمینه نقش کلیدی ایفا می کند قلب است. قلب نیز همانند دیگر اعضای انسان نیاز به تمرین دارد. ما در این کلیپ کوتاه مجموعه از تمرین ها را ارائه خواهیم نمود که انجام آن قلب انسان را آماده خواهد کرد. 1. در طول روز سعی کنید الله را به هیچ عنوان از یاد نبرید و همانند ساعتی که پس از هر 30 دقیقه یک بار زنگ کوتاه میزند، شما نیز هر از چندی به مدت 20 ثانیه الله را یاد کنید. زیرا توقع نداشته باشید که در طول روز از یاد الله غافل باشید، اما هنگام نماز خاشع شوید. 2. پیش از نماز نجاست و آلودگی ها را کاملا از بدن خویش پاک کرده، لباسی آراسته پوشیده و بدن خود را معطر کنید، زیرا تحقیقات روانشناسی نشان می‌دهد تمیزی بدن و بوی خوش تأثیر مستقیم بر روح و روان انسان دارد. 3. وضو را به گونه‌ای بگیرید که گویا غبار گناهی که اعضای بدنتان را فرا گرفته تمیز می‌کنید. 4. به معانی سوره ها و اذکار نماز کاملا دقت کنید و حرکات نماز را به گونه‌ای انجام دهید که سزاوار ایستادن در برابر شاهنشاه جهانیان باشد و با رکوع و سجود به شکلی شایسته او را تعظیم کنید. 5. تصور کنید که مرگ شما فرا رسیده و تنها 10 دقیقه اجازه دارید از این دنیا برای خود ارزنده ترین توشه را بردارید. برادر و خواهر گرامی، اگر این تمرین رو به مدت کوتاهی انجام دهید، ان شاء الله به مرحله خشوع قلب دست پیدا خواهید کرد.